سلام. امروز 14 سپتامبر. خانومم 2 ماهه شده. امروز خانومم 2 ماهه شده. سلامونی برو ببین تو ببین تو بسکلی کجالی تولد خانوممه. وای برو خانومم افتاد. مامانی گلم امروز 2 ماهت شده مامان. اون کیه اونجا؟ مامانی و دخترش امروز 2 ماهش شده. اون چی بود مامان؟ سیدی خالی داریم؟ نه من ندارم سیدی خالی. میگفت داریم ولی تو جو از خونه که اومدیم یه جایی گذاشتیشون از تو گاراژ تو گاراژ تمیز کردی؟ بعدم باید بگردم. نه میگم سیدی ندیدی وقتی گاراژ سیدی زیاد دیدم ولی نمیدونم کدومشون خالی بود. تو کجا گذاشتیش؟ همون هم شاید بگردم. برو تو همون باکس داری که تو گاراژ نگاه کن. دقیقا نمیدونم کدوم باکس؟ چه باکس تو اونجاست؟ رنگش چیه؟ کدوم طرف؟ این دوتا شد دیوونه هست با داری فیلم میگیری. تولد دخترمه. برو بعدش دیگه با جاهب نشو داداشی دیوونه هست. مثل دخترم سر پاقای نیسته. ماشالله به دخترم، ماشالله به خانومم. ببین خانومم 2 ماهشه. خانومی دخترم میتونه روی پاهاش وایسه تو 2 ماهگی. تازه یکم هم راه میره. گردنش هم میتونه بگیره. آره مامان اینجور نگاه کن کجور. ببین دخترم خانومم خوشگلم. مامان گلم دخترم گردن میگیره. آره خانومم اینجاست. چشاشو ببینم چه رنگیه. گلم بعدش دیگه دخترم چه کارایی میتونه بکنه؟ دخترم میتونه که گردن بگیره، روی پاهاش وایسته. بعدش هم وقتی مامان میگه بعضی وقتی جواب مامانی رو میگه بابا آقا. خب کلاگوفی دخترم رو بذارم، امروز تولدشه. مامی بازم افتاد. بازم کلاگوفی خانومم افتاد. دیگه 2 روز دیگه میبرمش واسه یه واکسن. خانومم واکسن داره. مامی داری اسب بازیات نگاه میکنی؟ آره اینجا نگاه کن گلم. امروز تولدت. مامی میخواد برات تولد بگیره. آره مامی تولدش مبارک. فداش بشم من. دیگه امروز میخوام واسه دخترم تولد بگیرم. دخترم 2 ماهه شده. قربونش شده. ببینم دخترم چقدر عوض شده. اینجا وایسته پیش مامانی. دخترم بزرگ شده. مامی بگو بای بای. میخوای بریم؟ بگو بای بای. بای بای کتونی. 2 ماهه شده دخترم. بای بای کن مامی. بگو بای بای. کتونم دخترم عزیزم. خانومم رو ببین. بگو بای بای. چی خانوم چه قیافه‌ایه؟ بگو بای بای. امروز 2 ماهم شده. بگو مامی.
کلاه دخترم رو بجورم سرش. امروز 2 ماهه شده. تولدت مبارک دخترم. رنگ قرمزشو بذاری. تولدت مبارک باشه. تولدت مبارک مامی. دوست نداری کلاه بوقی تو؟ کلاه بوقی دخترم خوشگله. خب دیگه ما دیگه بریم. 2 روز دیگه دخترم واکسن داره. وقتی که واکسناشو زدم بعد واسه دخترم دوباره فیلم میگیرم از دخترم. آره مامی بگو بای بای. بگو آقا. این چی بود ماما؟ اوف چی کار کردی ماما؟ یه کاری کردی خانومم. آره بای بای کن. بگو بای بای کجوری. خب دیگه برم با دخترم تولد بگیرم. تولد مامی بریم تولد بگیریم. آقا کن. بگو بگو آقا. بگو مامی. بگو بگو آقا. دخترم میتونه بگه ولی جلو دوربین همش نگاه میکنه. جانم چی گفتی؟ بگو آقا. بگو خانومم. خب دیگه ما دیگه بریم. بای بای.